یک هنرجوی مبتدی گیتار روزانه به چقدر تمرین نیاز داره؟ من به هنرجوهای خودم میگم روزی 30 دقیقه تمرین با کیفیت و متمرکز بهتر از روزی 4 ساعت تمرین بدون تمرکز و بی کیفیته. حالا تمرین متمرکز یعنی چی؟ یعنی هنرجوی موسیقی باید بدونه که در حین تمرین عیناً به همون نکاتی که معلمش سر کلاس بهش گفته گوش بکنه و در طول تمرین اونها رو رعایت بکنه و انجام بده و چیزی خارج از اون انجام نده. یعنی در واقع نیاد یه کار اشتباه رو بارها و بارها و بارها در طول هفته برای خودش تکرار بکنه. و خوشبختانه یا متاسفانه نوازندگی چیزی نیست به جز عادت. یعنی اگر ما یه کار اشتباه رو هر روز تمرین بکنیم و اون تبدیل به عادت بشه، مثلا به عنوان مثال حالا دارم میگم، برای 1 هفته 1 ماه باید زمان بذاره تا اون عادت اشتباه رو از بین ببره. پس هنرجوی مبتدی موسیقی باید گوش بکنه که دست راستش روی گیتار باید به چه شکلی باشه، دست چپش باید به چه شکلی باشه، چطور باید بشینه و معلمش چه نکاتی رو بهش گفته. هر روز باید اون نکات رو برای خودش مرور بکنه و در حین تمرین اونها رو انجام بده.